بچه‌ها خوش اومدید به چنل یاشار هیت، چنل خودتون. امروز میخوایم یه دونه رپ ریاکشن داشته باشیم به یه ترک لیک شده از شایعه. الان ساعت 5 بعد از ظهره، میخوایم به این ترک ریاکشن بریم. قبل از اینکه خود شایعه بدونه، فکر کنم خودش نمیدونه، آخه یه دونه ویدیو گذاشتش که اصلا در جریان نبود. خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم، حتما لایک و سابسکرایب و اینجور چیزا رو داشته باشید. من فکر می‌کنم قبل از اینکه خود ترک بیاد ریاکشنش رو شما میتونید ببینید در داخل یوتیوب. حتما چنل دیگه ساب و لایک و اینجور چیزا رو بهش بزنید. من گفتم قوی کار کنیم و قبل از اینکه این اتفاقا پیش بیاد بخواد آپلود بشه براشون اینو بذاریم. بریم ترک رو گوش کنیم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خاک پاتم داداش، شما نگفته ما میگیم چشم. یه خاک پاتم داداش، شما که نگفتیم ما میگیم چشم. خیلی بزنم از اول، اینو میگیم از اول. پیانو. خاک پاتم داداش، شما نگفتیم ما میگیم چشم. ما میگیم چشم. داداشی یه تونگی میخوام یه داشی. شایعه دوباره مثل قبل اومده دست گذاشته روی چی؟ روی احساساتت. پسر حواست کجاست؟ دست گذاشته روی احساساتت، دنبال داداشیت میگرده. میدونی که مثل کدوم ترک؟ مثل اون میگفت چی؟ هی تو کجا؟ هی تو که ادعا، هی تو کجا؟ هی تو که ادعات میشد بیا تو حال خرابم یه انقلابی کن. یادتونه؟ دقیقاً توی وایب همونه. دقیقاً همونه. که همیشه خدا جا باشیم، با هم درگیر شیم با صدا ژیر، مست بریم تو دیوار بره بگا ماشین. یه تورگی میخوام 24 ساعته بگه فقط وقتی اینجاست راحت. یه تورگی میخوام 24 ساعته فقط بهم بگه اینجاست راحته. قویه، چفته. بگم قلب رفیق جان واسطه، میگذرم یه ایران بابته. یه تورگی میخوام حق بده به من همیشه. میگه قلب رفیق جان واسطه. قبول دارید جان از مازندران اومده؟ به نظر من کلا کلمه جان، جان من، جان ببین یه مقدار جون کلا رواج داشت. قبول دارید؟ جان از آیسان اسلامی اینا یه مقدار وارد الان فرهنگ جدیدمون شد. فرهنگ کل ایران شد. کل ایران. شاید تا وقتی حق با بقیه است، یکی دیگه اما نگیرش دوباره قدم نزنم تنها ولی است. یکی که زدم بزنه، خدایی قدم زدن تو ولی است خفنه. زدم بزنش خوبه. هر جا میره منم ببره، حرفم حرفشه، حرف اون حرف منه. حالا چپم هر چقدر، چپش هر چقدره. خداییش که اینقدر مادی شدیم. دقت دارید؟ کلا 4-5 سال اخیره که اینقدر رفاقتمون مادی شده و همه چیز شده. پول، کش که اسلحه نه. اون ادامه‌شو گوش کن. یه تورگی میرسه ما با هم سگ بس کنیم زیر چشم ما، برسم خدمتش تا میده این ادا، بگم تو جیبتا دادا کوچیکتا. میگه تو جیبته، میگه دیدی میگن تو جیبت، میگه کوچیکتم. تو جیبت. آفرین، میگه تو جیبتم. فدا بشم. بهش بگم بعد خوبت با من به هیچ جا هم نرسی دوستت دارم. تا لفظ میاد ببینه اوکی دادم زیر پله بگیریم زیر پونس با هم. دادا خیلی لازمش دارم یه زیر پله بریم زیر پونز با هم. خوبه کار اینقدر جا شاید همه کی کبام خراب تن رفیق باشه لای اشکالم، کم رنگ نشه تا گرفتارم. تو اونشو میدم حتی باشه زندانم. یه تورگی میرسه منم که تو جمعم حتی همیشه یه نفرم. یکی که تو بغلش بیمه ای بدن. تورگی میرسه به منم بعدشو بخواد کسی ریشهشو میزنم. ریشه زن باشه آیسان اسلامی رو بچه ما یکم فانش میکنیم. هیچ نمیتونیم گریه کنیم. خب ما نمیتونیم گریه کنیم. یه دونه کلیپ خوب ببینیم. نمیتونیم ما نمیخوایم حوصله‌اش سر بره. به خدا این خیلی دارکه، باید خیلی سریع از همه جامون اشک بریزه. گوش کنید. تو همه کسمی، ننمی، آقامی، داشمی، رفیقمی، جونم برات میدم. خدایی رفاقت یعنی همین.
یعنی برید تا جایی که هیچکی نرفته. تو فقط بخند داداش، بخند. نمیکشم دیگه تنهایی داداش، تا شد منتظرت همراهی باهاش، هیچکی جز من و تو از صداش خودش میگفت میگن شاید داره تو صداش دارو. اطلاعاتی که تو داری و من همین لحظه لف بده از همین ویدیو نه، از کلن از اینکه رفت گوش کنی لف بده. چی شنیدی تو اینو نشنیدی؟ کنی داداش، پرچمم بغلم باشی بالاست. انا برا تنهایی میرم، تنهایی میگم، تنها میمیرم. لاشیا پشتمون فردا چی میگن اگه بارون شه نباشی و تنها بشینم. یه تورگی به ما میرسه که نفر اگه بارون بشه و تنها بشینم خداییش لامصب کبد مثلا نم میزنه. حالا ما داخل یه شهری هستیم که اینجا یک سره ماشاءالله نم میزنه، کلا نمه اینجا و یک سره نم میزنه، یک سره کبد میخوره، یعنی کبد دیسر شد همش نم میخوریش داداشم داد. ولی خدایی بارونای تهران یه بارون دیگه است. من اول صفم اگه بگاهی بشه میرسم، قبل این که دوتا بشه سه میرسم، قبل این که خدا برسه. لنگ میزنم وقتی لنگی یا ببینم کم میخندی، رسم ما غیر معرفت نی، دوتایی میریم زیر سنگ سنگی، یا با هم میتونیم یا با هم نه نمیریم. لنگ میزنم وقتی لنگی خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. چیزی میگم دوتایی بخندی نمیزنم سلامتی چشات ببره بشوره ببره به سمت شور و نشاط. واسم بالا منبر میریم به عشق اشتباه کردن، شبا در بند حرقم من سلامت جفتمون داشت که همه چی جز رفیق. شبا در بند ایهام هم بود ها، من متوجه شدم، ولی شبا در بند اوکی. بیرون شهر رو یه مفکرون اون که گشته موند و با تو لقمه دوست داشت، جاش تو دل جای مهرش اونجاست. شاید کلن اگه دقت کنید زیاد اهل ایهام نیست، ولی اگه ایهام بزنه ایهامای ملو تمیزی میزنه، بیشتر سعی میکنه با احساسات بازی کنه. حالا یه داستانی که میخوام بهش بپردازم و خیلی کوتاه و خلاصه، از موقعی که از حسین جدا شد یه سبکی رو برای خودش انتخاب کرد، سبک دلیه کلا، این ترک هم داد به نام دلی، حالا به اون کار نده. سبک دلی که داره میخونه یه مقدار انگار با صداش داره بازی میکنه. قبلا که با حسین بود سعی میکرد لیریکال باشه، وحشی باشه، عین خود حسین. نگو رئیست بناله به تو با میته که اونطوری بود. ولی الان آفرین یه کریر تکمیلی ساختی، مخصوصا الان، یعنی رپ الانت به فیست بیشتر میاد تا اون موقع. اگه قرار بود فیست معلوم میشد، اون رپی که اون موقع میکردی به فیست نمیومد زیاد. اینجوری هم فیست دلیتره، کار خودت هم دلیتره، یه مقداری همه چیز با هم دیگه اوکی تره. شایدن فن گرفتی، فنتم رفیقتم هم دمتم. از این بس شاید گوش خوشم بود، باحال بود، دلی خوب، اصلا این چیزاش خوبه بود، من خوشم بود. تا اینجا آهنگ لذت. آقا بریم کار آهنگسازی و اینا شاعر رو کی داره انجام میده، اما در کل آهنگسازی اوکی بود. این صدای ترومپته، یه مدل ساکسیفونه، یه مدل ترومپته، یه مدل شیپوره و حالا فلان اینا، اما به اونا کار نمیم، ولی فکر کنم این ترومپته. ایده ای ندارم راستی. کاش دوباره شروع بشه، خیلی باحال بود، قشنگ بود. آفرین بهت، آفرین، عالی بود، خیلی باحال بود. میشه گفت
نفسگیر بود و فاز رفاقت رو دوباره تازه کرد. ببین بچه‌ها، من هیچ طرفداری از هیچ خواننده‌ای ندارم، من صرفا هر آهنگی که خیلی قشنگ باشه، خیلی نه حتی قشنگ باشه، گوش میکنم و دوست دارم و بهتون پیشنهاد میکنم تعصب روی خواننده نداشته باشید و بیشتر کارهای قشنگ رو گوش کنید. بله، چون هر کسی یه کار قشنگی حتما تولید میکنه. دقیقاً درست. میگه آن چیز که از دل برآید، نه اون چیز بر دل نشیند، آن چیز که از دل برآید، یه همچین چیزی. خلاصه از دل بیاد میشینه، به دل طرف میشینه اگر از دل بیاد. خب بچه‌ها، خیلی 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 خوشحال شدیم که شما تا اینجا با ما بودید و مرسی که از این که تا اینجا با ما بودید. ببینید، به ما فحش و بد و بیرا نگید. اگه ما زودتر از این که این ترک پخش بشه ما این ویدیو رو منتشر کردیم و اگر این ویدیو رو دارید میبینید، ما سعی بالاخره ببینید ما هم بالاخره حق داریم. خلاصه به ما میرسه میرسه. و اینکه مراقب خودتون باشید، چنل ما رو سابسکرایب کنید. از این به بعد رپ ریاکشن های بعدی رو حتما در کنار هم داریم و اینکه لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. کامنت برام بذارید از اینکه بهم بگید اصلا این کاری که من یه ترک لیک شده رو ریاکشنشو گرفتم قبل از اینکه بیاد دارم داخل یوتیوب میذارم، کار درستی هست یا کار درستی نیست. از اینکه شایان اطلاعات رپیش خوب هست یا اینکه نیست. از اینکه ما دو نفری باحالیم یا نیستیم. ببین 1000 تا مورد هست که میتونید کامنت بذارید. کامنت بذارید. مراقب خودتون باشید. ما نه اینترو داریم نه اوترو داریم. پس سعی کنید فقط ما رو ببینید، ترک رو گوش کنید، حال کنید، مراقب خودتون باشید. جواب کامنت ها داده میشه 100%.